اگه یه شب تو بیابون تاریک تنها باشی و حس کنی یکی دقیقاً پشت سرت وایساده، احتمالاً فقط میترسی. ولی اگه برگردی و ببینی سایه‌ای بدون پا آروم داره سمتت میاد، اون لحظه میفهمی بعضی جاها مال آدمیزاد نیست. کارگاه ما یکی از همون جاها بود. تازه چند روز بود وارد کارگاه سنگ شکن شده بودم. اما از همون لحظه اولی که پا گذاشتم تو اون منطقه دور افتاده، یه حس عجیب و سنگین افتاد تو دلم. نمیدونم این حس رو تجربه کردی یا نه. اون حس لعنتی که انگار یه جای کار میلنگه. یه چیزی تو هواست. یه چیزی درست نیست. کارگاه وسط کوه بود. از جاده اصلی که جدا می شدی، چند کیلومتر راه خاکی بدون چراغ و بدون نشونه بود. فقط سنگای تیره، خاک خشک و آسمونی که انگار همیشه غبار داشت. روز اول که رسیدم داخل محوطه، همون حس ترس ریز ته دلم تکون خورد. شاید به خاطر سکوت فضا بود، یا شاید به خاطر نگاهی که کارگرهای قدیمی انداختن به من. یکیشون یه مرد لاغر با ریش جوگندمی و چشایی که انگار سالهاست خواب درست حسابی نداشته، اومد جلو بدون مقدمه گفت شب کار نباشی بهتره. مخصوصا نزدیک گودال پایین نرو. اونجا جای موندن نیست. من خندیدم و گفتم داداش اینا چیه؟ گرم کردنه؟ فکر کردی تازه واردم میترسم؟ گفت من میترسم، نه چون تازه واردی، چون چیزی که اینجاست تازه وارد نمیشناسه. هر کی بیاد سراغشو میگیری. خندیدم ولی ته دلم یخ زد. اون لحنش، اون نگاهش. آدم درباره شوخی ها اینجوری حرف نمیزنه. روزای اول چیزی ندیدم. شلوغ بود. کامیون ها می اومدن و می رفتن. صدای دستگاه ها نمیذاشت فکر کنی. اما شب انگار یه جای دیگه بود. یه دنیای جدا. اولین شیفت شبم 3 روز بعد شروع شد. اپراتور مرخصی گرفته بود و من مونده بودم تنها. فهمیده بودم شبها اکثر کارگرها یه جور ترس بی دلیل دارن. چند نفرشون قبل از رفتن آروم گفتن اگه نیمه شب رفتی بیرون، چراغ قوتو یه لحظه خاموش نکن. نه به خاطر حیوان، به خاطر چیزی که میتونه خودشو پشت تاریکی قایم کنه. من فکر کردم میخوان منو بترسونن. ساعت نزدیک 10 بود. آسمون ماه نداشت و تاریکی مثل یه پارچه ضخیم افتاده بود رو سر کارگاه. پروژکتورهای بلند نور زرد و ضعیفی میدادن که فقط باعث میشد سایه ها ترسناکتر شن. رفتم سمت تپه سنگ که چرخی بزنم. همین که رسیدم یه حس عجیبی مثل برق از پشت گردنم رد شد. انگار یه چیزی پشت سرم وایساده بود. نه صدای پا، نه حرکت. فقط حضور سنگین. برگشتم. چراغ قوه رو انداختم. هیچی نبود. اما هوا یهو سرد شد. اونقدر سرد که بخار نفسام معلوم شد. هیچ بادی هم نمی اومد. گفتم شاید ذهنم داره بازی میده. ولی وقتی دوباره راه افتادم، سایه‌ای تو خاک کنار پام کشیده شد. سایه خودم نبود. درازتر بود. زاویه‌اش عجیب بود. چراغ قوه را گرفتم پایین. محو شد. نزدیک کانکس که شدم، پروژکتور اصلی خاموش شد. این پروژکتور لعنتی همیشه روشن میموند. حتی روزم نمیذاش خاموش باشه.
رفتم سمت تابلو برق. جعبه کاملا سالم بود. هیچ اتصالی، هیچ سوختگی، هیچی. دستم رفت رو کلید برق. همون لحظه صدای یه نعره از بالای کوه اومد. صدایی که نمیتونم توصیفش کنم. نه انسان بود نه حیوان. یه چیزی بین زوزه باد و فریادی کسی که از ته یه غار خیلی بزرگ میاد. چراغ قوه رو گرفتم بالا. خیلی سریع. اما بالای صخره فقط یه سایه سیاه دیدم که سر خورد پشت سنگ. رفتم داخل کانکس. میخواستم یه چایی درست کنم آروم بشم. همین که قند و انداختم داخل استکان، صدای تق آرومی از سمت در اومد. اول بی توجهی کردم، ولی یهو در کانکس چند سانت باز شد. نه با باد، نه با ضربه. آروم و یواش. انگار کسی از پشت در باد و انگشت کشیدش سمت خودش. رفتم جلو. در رو باز کردم. بیرون تاریکی کامل. زمین رو که نگاه کردم رد پا نبود. اما خاک طوری پخش شده بود انگار یه چیزی رو زمین خزیده باشه. نه پا، نه کفش. یه چیزی که شکل مشخصی نداشت. اونجا برای اولین بار لرز کردم. ترس واقعی همینجوری شروع میشه. آروم و تدریجی. تا ساعت 1 چیزی اتفاق نیفتاد. ولی از لحظه‌ای که رفتم سمت بیل مکانیکی همه چی عوض شد. بیل کنار یه گودال قدیمی پارک شده بود. این گودال تنها جایی تو کارگاه بود که همه ازش دوری میکردن. خاکش تیره تر بود. وقتی روش پا میذاشتی انگار خیس بود. انگار یه چیزی زیرش جریان داشت. یکی از کارگرها گفته بود اینجا قبل از کارگاه چاه بوده. چایی که شبا ازش دود سبز می اومده. من باور نکرده بودم. اما اون شب فهمیدم اشتباه کردم. سوار بیل شدم. موتور رو روشن کردم. هنوز بیل حرکت نکرده بود که تو آینه بغل یه نفر رو دیدم. یه مرد ایستاده بود کنار گودال. ساکن. بدون چراغ. بدون حرکت. چراغ بیلو بردم سمتش. در جا محو شد. نه دوید، نه رفت پشت سنگ. محو شد. از بیل پریدم پایین. رفتم سمت گودال. چراغ قوه رو گرفتم پایین. اونجا یه چیزی تکون خورد. اولش فکر کردم شاید سگه یا روباه. اما وقتی نور افتاد روش دیدم یه دسته بلند سیاه انگار از دود درست شده باشه. انگشتاش نازک، ناخناش مثل سنگ. وقتی نور رو کامل گرفتم روش مثل یه توده دود جمع شد و رفت زیر خاک. داشتم میلرزیدم. اما قبل اینکه از گودال فاصله بگیرم صدای پا از پشت سرم اومد. برگشتم. مرد اونجا بود. ایستاده بود. چشم نداشت. 2 حفره خالی. پوستش ترک خورده. خشک. لباش نصف و نیمه. انگار سوخته باشه. هیچ صدایی نداشت. اما وقتی نزدیک شد زمین لرزید.
انگار یه چیزی زیر زمین میخواست بالا بیاد. من پریدم و عقب شروع کردم به دویدن سمت کانکس. ولی وسط راه چراغا یکی یکی خاموش شدن. کارگاه رفت تو سیاهی مطلق. فقط نور کمرنگ ماه بود و چراغ قوه من. رفتم داخل کانکس. در قفل کردم. نفس می زدم. گوشی رو میز بود. خاموش بود. ولی یهو روشن شد. صفحه بالا اومد. شماره تماس گرفت. شماره نبود. فقط یه خط ممتد. گوشی بس شد. صدایی که هنوز وقتی یادش میافتم لرز میکنه. تو نباید اینجا باشی. این زمین مال ماست. برگرد. قبل از این که نذاریم بری. این صدا نه انسانی بود، نه میشد تشخیص داد از کجا میاد. انگار از زیر خاک میومد. از زیر گودال. باید از کارگاه میرفتم بیرون. از کنار گودال رد شدم. زمین زیر پام نرم شد. قبل از این که بفهمم چی شد، تا زانو فرو رفتم داخل خاک. خواستم بیام بالا که یه دست از زیر خاک قوزک پامو گرفت. اون دست سرد بود و سفت. فشار میداد. چراغ قوه از دستم افتاد تو گودال. نورش مستقیم افتاد رو اون دست. انگشتای بلند، ناخنای سنگی، پوستی که انگار از خاک ساخته شده باشه. نگوشت. میکشیدم پایین. نمیتونستم صدا در بیارم. با تمام توان لگد زدم. دست شل شد. پریدم بیرون. دویدم تا رسیدم کنار کانکس. اون مرد روبروم ظاهر شد. این بار نیم تنه پایینش نبود. از کمر به پایین دود بود. میرفت تو زمین. انگار به خاک وصل بود. با صدایی که انگار از چند تا دهن می اومد گفت: تو از ما نیستی، اما پا گذاشتی رو زمین ما. سهم تو میگیری. فرار کردم سمت بیل مکانیکی. سوار شدم. با تمام سرعت از کارگاه زدم بیرون. تا خود جاده حتی یه بارم پشت سرم رو نگاه نکردم. صبح برگشتم کارگاه. گفتم دیگه نمیمونم. داستانو که تعریف کردم هیچ کس نخندید. رئیس گفت: این زمین قبلا قبر یه مرد بوده. چند بار خاکو برداشتیم، ولی هر بار یه چیزی زیرش بود. آخرش فقط پرش کردیم و روش کارگاه ساختیم. ولی بعضی چیزا دفن نمیشن. با هم رفتیم سمت گودال. خاک اطرافش جابجا شده بود و دقیقاً اونجایی که پام گیر کرده بود 5 تا رد انگشت کشیده و عمیق رو خاک بود. از اون روز دیگه پامو تو اون کارگاه نذاشتم. اما هنوز وقتی شب تو جاده های بیابونی رانندگی میکنم، از تو آینه حس میکنم یکی صندلی عقب نشسته. آروم، بی صدا، فقط نگاه میکنه. و بدتر این که هر چند وقت یه بار تو لیست تماسام یه تماس از همون شماره خط ممتد ظاهر میشه. حتی وقتی گوشی خاموش بود.